با یاد و نام خدا، هادی رضا هستم از کانال تحلیل تریسیتی شیروان. دوستان کانال ما را حمایت کنید، لایک کامنت فرمون هست، حتما کانال را سابسکرایب کنید و به دوستانتون معرفی کنید. بریم این بررسی کلی از مارکت داشته باشیم، ببینیم وضعیت مارکت ما در از چه قرار هستش. تو تایم فریم روزانه دلار ایندکس هستیم. یه نکته من اینجا بگم، همونطور که دوستان میدونن، زمانی که دلار ایندکس افزایشی باشه و همزمان با اون چارت طلا هم افزایشی باشه و این خیلی بده و اینو میرسونه که یه مشکلی، یه ایرادی، یه جنگی تو جهان داره اتفاق میفته که ما اثراتش رو بعداً تو مارکت خواهیم دید و این به نفع دارایی‌های پر ریسک مثل بیت کوین و سایر ارزها نخواهد بود. مثل جنگ اوکراین و روسیه که همون ابتدای جنگ ما یه ریزش خیلی سنگینی از بیت کوین داشتیم. همونطور که میبینید زمانی که بیت کوین افزایشی هست و در حال صعود هست، ما دلار ایندکسمون نزولیه و زمانی که بیت کوین اصلاح میکرد، دقیقاً از محدوده 73300 بیت کوین اصلاح کرد و سرکوب شد به سمت پایینتر، ما یه افزایش قیمتی تو دلار ایندکس داریم میبینیم. دلار ایندکس محدوده 105% را با پرقدرت شکسته و بالاش کندل بسته و خودش به سطوح بالاتر رسونده. اگه بخوایم تو مارکت پر ریسک، منظور من بیت کوین و ارزهاست، یه افزایش قیمتی داشته باشیم که در حال حاضر میشه یه برگشت قیمت، چون مارکت که در حال سقوط قیمت ها داره ریزش میکنن و اگه بخوایم یه اصلاحی داشته باشیم، یه رو به بالا، باید حداقل یه برگشت قیمتی از دلار ایندکس به سطوح 104 و 105% داشته باشیم. در غیر این صورت شاهد اصلاح‌های عمیق‌تر تو ارزها و مارکت خواهیم بود. اگه اینجا نتونه جلوی قیمت رو بگیره و دلار ایندکس اینجا رو پرقدرت بشکنه، انتظار دارم خودش رو به سطوح بالاتر 107300 برسونه و این به ضرر دارایی پر ریسک است. تایم فریم رو ببریم بالاتر. همونطور که مشاهده میکنید قریب 480 روز تو این منطقه دلار ایندکس گیر کرده قیمت و در حالت رنجی درست کرده بوده. یه بار سعی کرده از طرف بالا بشکنه و فیک بروک اوت بوده، یه بار اینجا و یه بارم از سمت پایین دو تا شکست موفق داشتن. حال برای بار دوم داره این مدل رو تست میکنه. اگه این بتونه خودشو به اینجا برسونه و اینجا رو پرقدرت بشکنه، مارکت دلار ایندکس انتظار دارم خودشو به 107 تا 108% برسونه و بعد از اون خودشو به اف جی که اینجا داریم، یه فیر ولیو گپی که اینجا داریم، خودشو به اینجا برسونه و این خیلی خیلی به ضرر دارایی‌های پر ریسک مثل طلا، بیت کوین و سایر ارزها هست، مخصوصا ارزهای کوچیک. بریم سراغ پارامتر مهمترمون که همون داونینس تتر هست. ببینید دوستان، داونینس تتر همونطور که دیروزم خدمتتون گفتم، بعد یه افزایش قیمتی که داشت به حالت اصلاحی رفت و یه الگوی ادامه دهنده اینجا درست کرد. بعد اتمام الگو و شکستن منطقه 56% یه افزایش قیمتی داشتیم. حال نکته اینجا تا کجا میتونه ادامه داشته باشه این صعود. اگه تایم فریم رو ببریم بالاتر، گذشته مارکت رو بررسی داشته باشیم، میبینیم که تو محدوده 57% تا 58% اینجا یه حمایت خیلی خوبی داشتیم که با یه شکست خیلی قوی اینجا رو از دست داده و ریزش داشتیم که تو این زمان یه آلت سیزن خیلی خوبی داشتیم و سودای خیلی خوبی از آلت کوینا داشتیم، آلت سیزن، آلت پارتی، که وقتی که
این ریزش داشت، ما یه شاهد افزایش قیمتی خیلی خوبی از آلت کوینا و میم کوینا داشتیم. حالا منتظریم ببینیم اینجا چه واکنشی نشون بده. اگه اینجا نتونه بشکنه و قیمت رو ریجکت سطوح پایینتر، به نفع مارکت مخصوصا میم کوینا و ارزهای کوچیک که میتونن یه رشد قیمتی چشمگیری را داشته باشن. در غیر این صورت اگه اینجا رو بشکنه پرقدرت و بالاش کندل ببنده، به ضرر آلت کوینا تمام خواهد شد. بریم چارت بیت کوین رو یه بررسی داشته باشیم تو تایم فریم های پایین تر از تایم فریم 4 ساعته شروع کنیم. همونطور که میبینید و انتظار داشتیم، مارکت طبق تحلیل بنده داره پیش میره. دو تا کندل خیلی قوی 4 ساعته دوستان داره زده شده. دو تا کندل روندار، مومنتوم دار که انتظار دارن خودش را به 59,000 برسونه که یه منطقه لیکویدی پولی خیلی قوی اینجا داریم و اگه جای قراره جلوی قیمت رو بگیره همین ناحیه است. پس منتظر بمونید ببینید این ناحیه چه واکنشی نشون میده. من یک نکته دیگه را یادآور شم، در تایم فریم روزانه اگه بیت کوین به این نقطه برسه و اینجا رو از دست بده، در صورتی ما به سطوح پایین تر میریم که 15 تا 20% بادی کندل این زیر ببنده. در غیر این صورت دوستان اینجا یه منطقه لیکویدی پوله، اینجا نقدینگی است، میتونه بیاد اینجا شادو بزنه و سریع برگرده به سمت سطوح بالاتر. ولی اگر اینجا بیاد کندل روزانه ببنده، 20 تا 30% کندل بادی کندل این زیر ببنده، به احتمال 90% ما میریم سطوح پایین تر که یه اوردر بلاک اینجا داریم، بالاش 52,800 و پایینش هم 50,500 میتونه این دو محدوده رو ببینه. پس حواستون به مارکت باشه. در محدوده مهمی که بهتون گفتم حواستون باشه. اگه الگوی برگشتی دیدید میتونید وارد بشید. ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. موفق و پرسود باشید.